تصاویر تازه عروسی عالیه با حسام فرزان و اسادت هنرمندان با این زوج جوان. دلیل ازدواج عالیه انصاری با حسام فرزان چی بوده است؟ شوهر اول عالیه انصاری کی بوده است؟ نشر تصاویر تازه عالیه انصاری و حسام فرزان در صفحات مجازی و جواب این دو هنرمند برای مردم و طرفدارانشان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالیه انصاری، هنرمند خوش صدای افغان که با سرودن آهنگ‌های محلی در میان مردم افغانستان به یکباره نامش شهره و آوازه شد. عالیه انصاری کنسرتی را در تلویزیون جهانی خورشید برگزار کرد و توانست در این کنسرت خوب بدرخشد و علاقه‌مندان و طرفدارانش را پیدا کند. هرچند عالیه انصاری در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده، ولی به خاطر مخالفت‌های شوهر اولش وی نمیتوانست آهنگ بسراید. بعد از جدا شدن شوهر اولش به هنر موسیقی رو آورد. اکنون عالیه انصاری از همسر اولش دارای 2 فرزند می باشد. جدیداً تصاویر عالیه انصاری با حسام فرزان در صفحات مجازی دست به دست می شود که این دو با هم ازدواج کردند، ولی این خبرها کاملا دروغ می باشد، حقیقت نبوده است. عالیه انصاری ازدواج دوم نکرده است، ولی آهنگ‌های جدید و دوگانه بیشماری قرار است با حسام فرزان نشر کند. حسام فرزان در کشور کانادا زندگی می کند و مصروف کارهای هنریش می باشد. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای این جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای شما نازنینان تمنا دارم. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران عالیه انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. تا درود دیگر، امیدتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.